روز 6 اپریل بعد شنیدن خبر شوم مرگ نابهنگام استاد عبدالسلام سفروف، حالت روانی پیوندان و همدهگان و دوستان مرحوم خیره گشت. متاسفانه با دلیل بعضی سببها و به اهمیتی آدم‌هایی که از مرگ استاد خبر داشتند و در گروه دیگران را خبردار نکردند، بیشتری همدهگان نتوانستند در مراسم ودا با استاد اشتراک نمایند. عبدالسلام سفروف سال 1977 بعد ختم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سیمامین رحیموف به دهه آمده در مکتب رقم 7 به حیث آموزگار فن تربیت جسمانی به فعالیت آغاز می نماید. به جوانی نگاه نکرده موصوف خیلی سرطلب بود. گرچند اختصاصش بسکتبال بود، لیکن در گشتن جدا خدمت ارزنده نموده است. به سبب آنکه اصولهای گشتن جدا با گشتنگیری ملی گشتنگیری بسیار شباهت داشت، پهلوانان دهه ما از سال 1978 تا سال 1990 در حدود ناحیه موقع خاص پیدا کردند. از ایام نورسی در تمام جشن و عیدهای ملی که در مرکز ناحیه دایر می گردید، از جمله 7 نوامبر، 1 می و 9 می در باغ مرکزی ناحیه در قطار دیگر چورابینی ها مسابقه گشتنگیری برگزار می شد و حتما در آن اشتراک می نمودیم. هرگاهی که گشتنگیری آغاز می گشت، برنده و داوران میدان از موسفیدان برنادل دعا گرفته بعد مسابقه را کشاده اعلان می کردند. در سرشوی گشتن از اول تا آخر، یعنی از سال 1976 تا 2-3 سال پیش که در گشتن ناحیه اشتراک کرده بودم، داور معلم جمعه خان از پهلوانهای نامدار سفر پهلوان و محمد غالب یادآور شده دعا از خدا طلب می‌کردند که بگذار به مانند همینها پهلوان‌های پیدا شوند که نفوذ ناحیه را بلند بردارند. این شهادت آن است که روانشاد سفر پهلوان و محمد غالب به محبت پهلوان‌های ارزنده بودند. بابای سفر پهلوان آدمی عادی و انسان زمینی کمگپ بود. محمد غالب باشد آدم زنده دل بود. ذوق و هوس زیاد داشت که شاگرد تربیت کند، اما زمان امکانیت نمیداد. در آن زمان زندگی آدمان چندان خوب نبود و شرایط نداشتند در دهه برای جوانان تالار ورزشی بنیاد نمایند. شکر صد شکر که از برکت صاحب استقلالی امروز در دوردستترین دهه ها شرایط و امکانات خوبی ورزشی مهیا شده است. عبدالسلام سفروف دوام دهنده آرزوهای این مردان نیک گشت. گرچند استاد عبدالسلام خود پهلوان نبود، لیکن استاد پهلوانهای دهه گردید. در یک مدت کوتاه در وزنهای گوناگون پهلوانهای تیار کرد که در ناحیه میدان را صاحبی می کردند. عبدالحفیظ کریمی، دولت شاه، محمد الله بادام، محمود جلیل، نصرالله تغی، شامدین شراف، خیردین واحد، امام عبدال، امام محمدی، امیرخان بدردین و پولاد مؤمن از جمله جوانهای با ناموس بودند که میدان را ترک نمی کردند. در دیگر بخش‌های ورزش از جمله بسکتبال، والیبال، گمبال و تنیس روی میز نیز شادروان عبدالسلام سفروف با همراهی استادان ورزش محمد شریف، محمد یوسف تشریفوف و عبدالسلام دولتوف شاگردان را در سطح کسبی آماده نموده و مسابقه ها سفربر می کردند. چقدر ذوق و هوسش زیاد بود که نه تنها در گشتنگیری بلکه در دیگر بخش‌های ورزشی در بالا ذکر شده زود به مکتب ورزشی ناحیه، مکتب بهزادی
کالخاز پرورده و مکتب همسایه رقم 8 دهه گلباد رفته بازی رفیقانه می گذراندند و با یک خرسندی بی‌مثل به دهه برمیگشتند. ماهای فوریه سال 1981 بود اکثریت بازیگران دسته بسکتبال مکتب از ختم کنندگان صنف 10 ب بودند و از صنف 9 تنها عبدالکریم تیفور، عبدالسلام سفروف در تنفس اعلام میکنند که بعد درس